به نام مهربانترین. با سلام، حکیمی هستم. با آموزش بهینه‌سازی پارامترهای جنگل تصادفی با چند الگوریتم فراابتکاری، جستجوی کلاغ سیاه، شاهین هریس و گرگ خاکستری در محیط مطلب در خدمتتون هستم. فصل اول مروری خواهیم داشت بر الگوریتم جنگل تصادفی. خب مدل جنگل تصادفی تو رشته‌های مهندسی، مالی، پزشکی، علوم داده و هوش مصنوعی بسیار پرکاربرد هستش و یک مدل بسیار قوی هستش که تو مسائل رگرسیون و طبقه بندی میتونیم از این مدل استفاده بکنیم. الگوریتم از نوع روش‌های ترکیبی هستش که میاد و چند مدل ضعیف با هم ترکیب میشن و تشکیل یک مدل قوی رو میدن. خب جنگل تصادفی همونطور که بیان شد یک الگوریتم یادگیری ماشین هستش که از ترکیب چند درخت تصمیم ساخته شده. فرض کنید که یک جنگل واقعی رو دارید. اگر به اطلاعات یک درخت فقط نگاه کنید میتونید اطلاعات محدودی رو از اون به دست بیارید، ولی وقتی تعداد زیادی از درخت‌ها رو ببینید میتونید تصویر کاملتری رو از اون جنگل داشته باشید. خب اگه بخوام یه مثال دیگه رو خدمتتون عرض کنم، فرض کن میخواید تصمیم بگیریم که امروز بارون میاد یا نمیاد. خب یک نفر اگر فقط به دما نگاه کنه، یکی هم مثلا به رطوبت، یکی هم به سرعت باد، هر کدوم به تنهایی اگر نظرشون رو جویا بشیم شاید به اون نتیجه کامل نرسیم، ولی وقتی نظرها رو با هم ترکیب کنیم میتونیم پیشبینی بهتری داشته باشیم. جنگل تصادفی دقیقاً همین کار رو برای ما انجام میده. در اینجا یک نمای کلی از جنگل تصادفی رو مشاهده میکنیم. فرض کنیم ما یه سری مجموعه داده‌های آموزشی اینجا داریم. اینها رو به صورت تصادفی از ویژگی‌ها انتخاب میکنیم، یعنی در حقیقت اینها رو تقسیم میکنیم و اون رو مثلا درخت تصمیم 1، 2 و یا تا n قرار میدیم. پس تو هر تقسیمی که ما تو این درخت‌ها انجام دادیم یک زیر مجموعه تصادفی از اون ویژگی‌ها رو انتخاب میکنیم. در ادامه هر کدوم از این درخت‌ها تو مجموعه تصادفی به یه نتیجه میرسن، مثل همون مثال جنگلی که عرض کردم یا همون مثال هواشناسی که گفتم. یک درخت به یک تصمیم میرسه، درخت دوم به یک تصمیم حالا دیگه میرسه و درخت انوم هم به یک تصمیم میرسه. خب در نهایت تو مسئله طبقه بندی که معمولا با رأی اکثریت هستش و توی رگرسیون هم میاد همه این تصمیم ها میانگینگیری میکنیم. این چارت به طور خلاصه جنگل تصادفی رو نشون میده. قسمت بعدی در مورد درخت تصمیم هستش. همونطور که گفتیم جنگل تصادفی حالا تا n تا میتونه درخت تصمیم داشته باشه، واسه همین بهش میگن جنگل، چون از تعدادی درخت درست شده. درخت تصمیم یک مدل ساده هستش، مثل یک نمودار درختی میاد و برای ما عمل میکنه. خب اینجا یک سری گره ها یا نود هایی داره که اینجا مثلا سوال هایی درباره ویژگی های داده، مثلا یه مثال میخوام بزنم، آیا مثلا دما بیشتر از 20 درجه هست یا نیست، که اون گره ها رو نشون میده. خب قسمت بعدی این شاخه ها هستن که برانچیز هستش که اون جواب های ممکنه ما مثلا بله یا خیر. و قسمت بعدی برگ ها هستن که همون لیوز های ما، اون تصمیم نهایی ما که آیا تو این قسمت دما بیشتر از 20 درجه بود یا کمتر بود. اون سوال ما که آیا بارون میاد یا نمیاد. بنابراین تو این برگ این سوال برای ما پاسخ داده میشه. خب تو همون مثالی که من زدم، مثلا این یک درخت، مثلا فرض کن فردی که رو دما داره کار میکنه اون رو مورد بررسی قرار میده. توی طبقه بندی معمولا خب چون ما اینجا داریم عمل مدل سازی رو انجام میدیم، اون مدل سازی ما اینجا رگرسیون هستش. توی طبقه بندی مثلا از جینی اندکس استفاده میکنیم، ولی توی رگرسیون معمولا از MSE یا میانگین مربعات خطا برای کم کردن خطا استفاده میکنیم. درخت تصمیم اون داده ها رو میاد مرحله به مرحله تقسیم میکنه تا میتونه اون به اون تصمیم نهایی برسه. مراحلش هم به این صورت هستش که انتخاب بهترین ویژگی ها،
تقسیم داده‌ها به زیرمجموعه‌های کوچکتر و تکرار برای اینکه اون شرط توقف ما برسیم. تو قسمت بعدی وقت تصمیم ایجاد شد، جنگل وجود میاد. خب همونطور که میدونیم جنگل تصادفی از ترکیب چند تا درخت تصمیم درست شده. قسمت اول بوتستراپینگ هستش. اگر بخوام به طور خلاصه بگم همون نمونه‌گیری های تصادفی ما هستش. قسمت بعدی فیچر سامپلینگ ما هستش که ما میایم تو هر گره یک زیر مجموعه تصادفی از اون ویژگی ها رو مد نظر قرار میدیم و تو قسمت بعدی هر درخت رو روی یکی از اون زیر مجموعه آموزش میدیم و در انتها خب برای طبقه بندی که ما رأی اکثریت رو میگیریم و برای رگرسیون هم میانگینگیری رو انجام میدیم. در مورد رگرسیون من مثالی رو در ادامه تهیه کردم که اون رو با هم میدیم. فرض کنید ما میخوایم پیشبینی دمای هوای یک شهر رو داشته باشیم. اطلاعات زیر برای دمای چند شهر وجود داره. همونطوری که اینجا مشاهده میکنیم ما دما رو داریم بر حسب درجه سانتیگراد، عرض جغرافیایی اون شهر رو داریم و ارتفاع از سطح دریا هم که بر حسب متر هستش اونجا داریم. ما میخوایم پیشبینی دمای شهر، یعنی این متغیر خروجی ما هستش با بلندی 350 متر و عرض جغرافیایی 33.5، یعنی این دوتا به عنوان ورودی های ما هستند و این به عنوان خروجی ما هستش. اولین درخت تصمیممون رو ایجاد میکنیم. در حقیقت ما اینجا اومدیم و همون بوت استروپ رو ایجاد کرد که همون ساخت درخت بودش. اومدیم و برای هر زیر مجموعه یه درخت ساختیم. داده هایی که ما انتخاب کردیم اینجا اومدیم ردیف های 1، 3 و 5 رو به صورت تصادفی، واسه همین به میگن جنگل تصادفی، 1، 3 و 5 رو اومدیم و از دل این بیرون کشیدیم. تو هر گره فقط ویژگی ارتفاع رو بررسی میکنیم، یعنی تو درخت اول فقط ویژگی ارتفاع رو که میخوام ببینیم تو ارتفاع 350 چه دمایی رو به ما میده. در نهایت این درخت میاد یک پیشبینی رو برای ما انجام میده. خب حالا یک زیر مجموعه تصادفی از اینها رو که به دست آوردیم، ارتفاع 350 فقط منعطف میشیم به این. تو ارتفاع 350 بین 21 و 22 هستش. حالا ما این رو خروجی رو به عنوان 22 در نظر میگیریم. همونطور که اینجا مشاهده میکنید اگر ارتفاع ما از 300 کمتر باشه که میشه 100، پس دمای ما میشه 25. اگر ارتفاع ما بین 300 و 400 باشه که میشه همون حالا 22 یا 21 رو میتونیم بگیریم و اگر ارتفاع ما بزرگتر از 400 یا مساوی 400 باشه دمای ما 21 هستش. درخت دوم رو بر اساس عرض جغرافیایی 33.5 تشکیل میدیم. خب اینجا هم یک نمونه تصادفی که ردیف‌های 2، 4 و 5 هستش رو از دل این میکشیم بیرون و عرض جغرافیایی 33.5 رو اگر اینجا نگاه کنید بین این دوتا میشه که اگر حالا یه میانگین گیری بکنید عدد تقریبا 22 به دست میاد. عرض جغرافیایی اگر از 33 کمتر باشه میشه 20 دما. عرض جغرافیایی بین 33 و 35 باشه که این قسمت هستش و خب مساوی 33 هم باشه خب 21 به دست میاد و اگر عرض جغرافیایی بزرگتر از 35 باشه یعنی 36 عدد 24 به دست میاد. پس درخت دوم ما جوابی که به ما داد عدد 22 هستش. تو درخت سوم ما هر دو تا ویژگی رو با هم در نظر میگیریم. میگیم ارتفاع 350 عرض 33.5. پس ما اینجا ویژگی هامون به صورت تصادفی هستش که این دو تا ویژگی ما ارتفاع و عرض جغرافیایی بود و همچنین این ردیف هامون هم به صورت تصادفی که اینجا ببینید 1، 2 و 4 هستش رو از دل این میکشیم بیرون. بنابراین اسم این الگوریتم یا مدل به خاطر همینه که بهش میگیم جنگل تصادف. خب اگه یه نگاه همینجور چشمی هم بندازین، یه نمونه تصادفی که ما گرفتیم ارتفاع 350 تقریبا میشه بین این دوتا، عرض جغرافیایی 33.5 میشه این دوتا، پس این یه چیزی بین 20 تا 24 هستش که اینجا خروجی ما 22 میباشد.
تو قسمت بعدی ما تجمیع یا بگینگ رو داریم که برای پیش بینی نهایی ما میایم خروجی های همه درخت‌ها رو با هم ترکیب میکنیم، تو طبقه بندی رأی گیری میکنیم و تو رگرسیون میانگین گیری میکنیم. خب این میانگین اینا عدد 22 به دست میاد. بس پیش بینی دمای شهرمون با بلندای 350 و عرض 33.5 حدود 22 درجه سانتیگراد به دست میاد. در اینجا چکیده کارمون رو میبینیم. یک زیر مجموعه تصادفی از اون داده ها و اون ویژگی ها رو گرفتیم و یک درخت براش ایجاد کردیم. تو هر درخت یک مدل تصمیم گیری رگرسیونی ایجاد کردیم. بعد اومدیم برای یک ورودی جدید تو هر درخت یک عددی رو پیش بینی کردیم و در نهایت اومدیم از اینها میانگین گیری کردیم. همونطوری که مشاهده کردیم این مدل یک سری پارامترهای قابل آموزش و کلیدی داره. اولین پارامتر تعداد درخت‌ها هستش. خب ما میتونیم از 1 تا n تا درخت درست بکنیم که معمولا حالا بین 50 تا 500 تا هستش که تعداد بیشتر دقت رو میاد بهتر میکنه ولی زمان محاسبه رو برای ما بیشتر میکنه. قسمت بعدی حداکثر عمق هر درخت هستش که میاد عمق درخت رو محدود میکنه تا از بیش برازش بیاد جلوگیری بکنه. مثلا اگر عمق 5 باشه درخت بیشتر از 5 مرحله نمیره. قسمت بعدی حداقل تعداد نمونه هایی که باید توی برگ باشن که معمولا 2 تا 20 هستش که اگر ما این تعداد رو بیشتر کنیم مدل کمتر پیچیده میشه. و قسمت بعدی هم تعداد ویژگی های مد نظر برای هر تقسیم هستش. تعداد اینا میتونه به عنوان یک پارامتر مد نظر قرار بگیره. توی مدل جنگل تصادفی یک سری پارامترهای تنظیمی داریم. اگه بخوایم به صورت دستی بیایم و به دست بیاریم برای ما یک چالش هستش. بنابراین این پارامترها رو میتونیم از روش‌های مختلف که در ادامه توضیح میدم بهینه شده این پارامترها رو به دست بیاریم. همونطور که میدونیم الگوریتم‌های فراابتکاری یک سری روش‌های بهینه‌سازی هوشمندی هستند که برای حل مسائل پیچیده و چندبعدی از اونها استفاده می‌کنیم. این الگوریتم‌ها با الهام از طبیعت، فیزیک یا رفتارهای اجتماعی طراحی شدند. معمولاً هم در مواردی کاربرد دارند که روش‌های کلاسیک بهینه‌سازی اونجا ناکارآمد هستند. این الگوریتم‌ها به علت عدم نیاز به گرادیان، همچنین جستجوی سراسری، انعطاف پذیری و افزایش دقت و کارایی که توی تنظیم پارامترهای یک مدل میتونه داشته باشن از اینها زیاد استفاده میشه. ترکیب الگوریتم‌های فراابتکاری با مدل‌های یادگیری ماشین مثل جنگل تصادفی میتونه بسیار کارگشا باشه. البته این دو حوزه یعنی همه الگوریتم‌های فراابتکاری و یادگیری ماشین به ظاهر مجزا هستن اما میتونن تو ترکیب با همدیگه یک مدل قدرتمندی رو ایجاد بکنن. ما در مورد ویژگی انواع مدل‌های یادگیری ماشین اولین چیزی که داریم نیاز به تنظیم هایپرپارامترها هستش که خب استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری برای یافتن بهترین مقادیر پارامترهای مدل اون، حالا اینجا مثلا جنگل تصادفی هستش، بسیار میتونه کارگشا باشه، چون مشکلی که اینجا وجود داره جستجوی دستی و زمانبر هستش که ما این رو میتونیم با یک الگوریتم فراابتکاری اون پارامترهاش رو بهینه بکنیم. مسئله بعدی بیش برازش هستش یا همون اوورفیتینگ که مشکلی که اینجا وجود داره انتخاب نادرست پارامترها هستش که ما میتونیم با یافتن اون تنظیمات بهینه بیایم و این مشکل رو با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری حل بکنیم. و قسمت بعدی داده‌های با ابعاد بالا که همون مسئله فیچر سلکشن یا انتخاب ویژگی هستش که ما این کار رو با یک الگوریتم فراابتکاری برای کاهش ابعاد میتونیم استفاده بکنیم. ولی خب ما اینجا این قسمت اول رو کار داریم یا همون نیاز به تنظیم هایپر پارامترهای اون مدل جنگل تصادف. دلایلی که برای بهینه‌سازی انواع مدل‌های رگرسیونی با استفاده از مدل‌های مختلف هستش رو میتونیم به چند دسته تقسیم بکنیم. اولین روشی که وجود داره بهینه‌سازی پارامترها هستش که نوع بهینه‌سازیمون که پارامترهای مدل هستش با متغیرهامون عددی هستن و ما برای بهبود دقت و عملکرد مدلمون از این بهینه‌سازی پارامترها که با استفاده از روش‌های مختلفی هستش استفاده می‌کنیم. همچنین انتخاب ویژگی
که نوعش ویژگی‌های ورودی، نوع متغیرش باینری و مناسب برای کاهش بعد و افزایش سرعت هستش. و بهینه‌سازی ترکیبی هم که این دوتا رو با هم ترکیب میکنه و عددی باینری نوع متغیرش هستش و برای بهبود چشمگیر عملکرد مدل ازش استفاده میکنه. و دو مورد وزنه‌ای، ویژگی و بهینه‌سازی تابع هدف رو هم داریم. خب ما در اینجا قسمت اول که همون بهینه‌سازی پارامترها هستش و دلیلی که این کارو میکنیم بهبود دقت و عملکرد مدلمون هستش. روش‌های بهینه‌سازی پارامترهای یک جنگل تصادفی تو محیط مطلب انواع مختلفی داره. یکی از روش‌های ما گراج سرچ و راندوم سرچ هستش که تو تول باکس نرم افزار مطلب وجود داره. در مورد نوع، دقت، زمان، پیچیدگی و مناسب برای چه فضاهایی هستن رو هم در اینجا مشاهده می‌کنیم. قسمت بعدی ما میتونیم این روش رو، یعنی روش بهینه‌سازی پارامترهای جنگل تصادفی رو با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری که توی این مجموعه آموزشی ما داریم همین کار رو میکنیم که نوع اون فراابتکاری هستش، دقتش خیلی خوبه، زمانش متوسط رو به بالا هستش، پیچیدگیش زیاد هستش و برای بهینه‌سازی‌های پیشرفته ما از این استفاده میکنیم. بنابراین توی این مجموعه آموزشی ما این روش رو داریم انتخاب میکنیم. روش‌های دیگه هم وجود داره مثل بیسین اپتیمیشن، توابع بهینه‌سازی مطلب و دیگر ابزارهایی که تو مطلب وجود داره. قسمت بعدی بهینه‌سازی هایپر پارامترهای جنگل تصادفی هستش که این هایپر پارامترها شامل تعداد درخت، عمق درخت، حداکثر تعداد تقسیمات تو هر درخت، حداقل تعداد نمونه‌ها تو هر برگ درخت و وزن ویژگی‌ها بودن. تنظیم نادرست این پارامترها میتونه دقت مدلمون رو کم بکنه و یا زمان محاسبات رو زیاد بکنه و یه سری پیچیدگی‌هایی رو به صورت غیر ضروری به مدل ما افزوده بکنه. الگوریتم‌های فراابتکاری الگوریتم‌هایی هستن که تو اون فضای پارامترها یک جستجوی هوشمندی رو انجام میدن و برای یافتن بهترین ترکیب، برای اینکه بتونیم اون تابع خطامون رو به حداقل برسونیم یا دقتمون رو بالا ببریم استفاده میشه. یه مثالی که میتونم در این مورد بزنم، فرض کنیم ما میخوایم دمای فر رو برای پخته کیک تنظیم بکنیم. خب این دما نباید زیاد کم باشه و نه زیاد. بنابراین اون تنظیم تعداد درختات و جنگل تصادفی مثل همون تنظیم دمای فر هستش. برای بهینه‌سازی پارامترهای مدل جنگل تصادفی مراحل زیر رو انجام میدیم. قسمت اول ما فضای جستجومون هستش، یعنی حدود جستجوی اون پارامترها، اون الگوریتم در چه حدودی بیاد و جستجو رو انجام بده. قسمت بعدی ما باید اون تابع هدفمون رو تعیین بکنیم که معمولا توی مسائل رگرسیونی MSE هستش. قسمت بعدی ما باید از یک الگوریتم فراابتکاری استفاده بکنیم تا ترکیب‌های متفاوتی از اون هایپر پارامترها رو تو اون فضای جستجویی که ما تعریف کردیم بیاد و دنبالش بگرده و اون پارامتری که کمترین خطا رو برای مدل ما ایجاد میکنه رو از دل اون پارامترها بیرون بکشه و بعدم بیاد اون مدلمون رو با توجه به اون ترکیبی که پیدا کرده آموزش بده، در نهایت ارزیابی رو با توجه به اون تابع خطا برای ما انجام بده و در نهایت بهترین مجموعه پارامترها رو به دست بیاره. مثلا فرض کنید ما تعداد درختامون 100 تاست، عمقمون 15 و حداقل نمونه‌های ما 2 که خطایی که ما به دست آوردیم مثلا 83% هستش. یک الگوریتم فراابتکاری ممکنه با ترکیب تعداد درخت‌های مثلا 120، عمق 18 و حداقل نمونه 5 دقت رو تا 88% بالا ببره. اولین الگوریتمی که ما توی این مجموعه آموزشی داریم ازش استفاده می‌کنیم الگوریتم جستجوی کلاغ هستش. هر کلاغ یک ترکیب از اون هایپر پارامترها مثل تعداد درخت‌ها، عمق رو برای ما نشون میده. خب ایده الهام گرفته از رفتار کلاغ‌ها که غذای خودشون رو پنهان میکنن و مکان اون رو به خاطر میسپارن. قسمت بعدی حافظه کلاغ‌ها هستش که هر کلاغ بهترین ترکیب پارامترهایی که تا حالا پیدا کرده رو میاد ذخیره میکنه. قسمت بعدی بروزرسانی موقعیت هستش که کلاغ‌ها میان به صورت تصادفی یا با دنبال کردن کلاغ‌های دیگر به سمت موقعیت‌های بهتر که دقت بالاتری دارن حرکت میکنه.
پارامتر احتمال آگاهی میتونه تعیین بکنه که کلاغ‌ها چقدر میتونن از یکدیگر آموزش ببینن. قسمت بعدی ارزیابی مدل هستش که با ترکیب هایپر پارامترهای آزمایش شده دقت اون برای ما محاسبه میشه و تو قسمت بعدی به‌روزرسانی هستش که بهترین ترکیب پارامترها به عنوان هدف جدید برای ما انتخاب میشه. الگوریتم بعدی الگوریتم شاهین هستش. تو اینجا هر شاهین یک مجموعه از هایپر پارامترها که میتونه همون تعداد درخت حداقل نمونه باشه رو نشون میده. خب ایده الهام گرفته از رفتار شکار شاهین ها که با سرعت و دقت به سمت هدف حرکت میکنن ایده این الگوریتم هستش. ترکیب جستجوی محلی یا حرکت دقیق سمت بهترین نقطه نزدیک و جستجوی جهانی که همون کاوش در فضای بزرگتر هستش، این الگوریتم از ترکیب این دوتا درست شده. تو قسمت بعدی شاهین ها با الگوریتم های تصادفی حرکت میکنن تا از گیر کردن تو نقاط که بهینه نیستن جلوگیری بشه. ارزیابی این مدل هست که انجام میشه مدل با هر ترکیب هایپر پارامترهای آزمایش شده میاد و دقتش برای محاسبه میشه و قسمت پایانی هم به‌روزرسانی هستش که ما میایم بهترین ترکیب پارامترها رو به عنوان اون هدف جدید انتخاب میکنیم. الگوریتم بعدی ما الگوریتم گرگ خاکستری هستش که تو اینجا هر گرگ بیانگر یک ترکیب خاص از اون هایپر پارامترهای مدل ما هستش. ایده اصلی این الگوریتم الهام گرفته از سلسله مراتب اجتماعی و اون رفتار شکار گرگ‌ها هستش. آلفا بهترین ترکیب پارامترها با بالاترین دقت هستش. بتا و دلتامون راه حل‌های خوب بعدی ما هستن و گرگ اومگا راه حل ضعیف‌تر که از آلفا، بتا و دلتا میاد پیروی میکنه. تو قسمت بعدی گرگ‌ها به سمت موقعیت آلفا که همون بهترین راه حل هستن حرکت میکنن و یه تعادلی بین جستجوی محلی که همون دقت بالا هستش و جستجوی جهانی که همون کاوش گسترده هستش به کار میره. خب قسمت بعدی ارزیابی هستش که مدل جنگل تصادفی میاد با هر ترکیب اون پارامترها آموزش داده میشه و دقت نتایج محاسبه میشه. قسمت پایانی الگوریتم هم به‌روزرسانی هستش که ما میایم بهترین ترکیب پارامترها رو به عنوان هدف جدیدمون انتخاب میکنیم. الگوریتم کلاغ سریع و ساده هستش و مناسب برای پروژه هایی که کوچیک یا تنظیم تعداد محدودی پارامتر میخوایم ازش استفاده میکنیم. گرگ خاکستری دقیق و قوی هستش و برای مسائل پیچیده با تعداد زیاد پارامتر میتونیم ازش استفاده بکنیم. الگوریتم فرابطگاری شاهین هم تعادل بین سرعت و دقت خوبی داره و مناسب برای مسائل با پیچیدگی متوسط هستش. دلیل اینکه میایم از این الگوریتم‌ها استفاده میکنیم ما میخوایم این هایپر پارامترها رو بدون اینکه بیایم اونا رو تنظیم دستی کنیم به طور خودکار بیایم با این الگوریتم‌های فرابطگاری انجام بدیم تا دقت مدلمون رو بالا ببریم. خب در اینجا وارد محیط مطلب شدیم. برای مدل سازی با انواع مدل ها که اینجا حالا مدل جنگل تصادفی هیبریدی با یک الگوریتم فرابطگاری هستش ما نیاز داریم که ابتدا داده هامون رو وارد محیط مطلب بکنیم. خب اینجا ما به دو صورت این کار رو انجام میدیم. یکی داده ها رو به صورت دستی و دیگری به صورت فراخوانی با فایل اکسل هستش. بنابراین من ابتدا به صورت دستی رو اینجا آموزش میدم و در انتهای آموزش فراخوانی با فایل اکسل رو هم خدمتتون ارائه میدم. در اینجا ما CLC رو داریم که برای پاکسازی محیط مطلب و اون خط فرمان ما ازش استفاده میکنیم. کلیر تمام متغیرات موجود تو فضای کاری همون ورک اسپیس ما رو تو مطلب میاد برامون حذف میکنه و کلوز اول هم میاد تمام پنجره های باز شده، نمودارها و همچنین شکل‌های گرافیکی، فیگرهایی که باز هستن رو برای ما میبند. در ادامه ما باید داده هامون رو وارد این کد بکنیم. برای ورود داده ها دو راه وجود داره. یکی فراخوانی از فایل اکسل هستش و دیگری به صورت دستی ما داده ها رو میتونیم وارد بکنیم. حالا دلیل این که چرا داریم داده ها رو به صورت دستی اینجا وارد می‌کنیم این است که شما مثلا چند تا الگوریتم فرابطگاری رو می‌خواید با هم مقایسه کنید. داده هایی که تو اون چند تا الگوریتم هستن دقیقاً باید شبیه هم باشن و همین تصادفی کردن داده امکان داره تو نتایج یه مقدار اثر بگذاره. خب من ابتدا این داده‌هایی که از قبل وارد شده رو پاک میکنم
و میخوایم داده های خودمون رو وارد این محیط بکنم. میام این قسمت رو کپی میکنم در ادامه همین کد و این علامت های درصد رو که برای نوشتن کامنت استفاده میشه و موقعی که این علامت در مطلب باشه اون خط اجرا نمیشه و فقط به عنوان کامنت یا توضیح استفاده میشه. در ادامه من میام و فایل اکسلی که تو دسکتاپ ما هستش رو باز میکنم. فایل اکسلی هستش که تو دسکتاپ ما وجود داره. خب ما میام اینجا داده هامون رو به دو بخش آموزش و آزمون تقسیم میکنیم. اون قسمت ورودی های آزمون ما، مثلا من اینجا 70% داده ها رو برای آموزش و 30% رو برای آزمون انتخاب کردم. خب ورودی های X ما تو بخش آزمون ما به همین ترتیبی که اینجا من دارم وارد میکنم شما به همین ترتیب وارد میکنه و ستون آخر رو به عنوان ستون هدف یا همون خروجی آموزش یا همون وای ترین ما انتخاب میکنیم. و همچنین برای داده های آزمون ما 30% باقی مونده ستون‌های یک مونده به آخر رو به عنوان X های آزمون ما و ستون آخر رو که ستون هدف ما هستش رو به عنوان خروجی داده های آزمون ما یا همون داده های تست ما انتخاب میکنیم. خب همونطور که مشاهده کردید داده های ما وارد محیط مطلب شد. در ادامه اگر من بیام و از اینجا یه رام بگیرم، البته تا اینجاش یه رام بگیرم، ببینید داده های ما وارد این محیط مطلب شد و داده ها به این شکلی که اینجا مشاهده میکنید به صورت ستونی وارد محیط مطلب شد. همونطوری که بیان شد ما داده ها رو به دو بخش ترین یعنی همون آموزش و تست یا همون آزمایش و یا آزمون تقسیم کردیم. داده های آموزش برای یادگیری مدل و داده های آزمایشی یا آزمون ما برای ارزیابی عملکرد مدل استفاده میشه. همونطوری که در بالا مشاهده کردین X train در حقیقت اینجا یک ماتریس داده های ورودی آموزش هستش و بقیه مواردی هم که اینجا هستش همشون یک ماتریس از داده ها هستن. تو شبکه‌های عصبی معمولا داده های ما به صورت ماتریس تعریف میشن. هر ردیف یک نمونه و هر ستون ما یک ویژگی هستش و تعداد ویژگی ها باید با اون معماری شبکه‌ای که ما داریم ایجاد می‌کنیم باید سازگار باشه. بعد از اینکه ما داده هامون رو وارد کردیم تو قسمت بعدی داده های آموزش و آزمونمون رو بررسی میکنه تا مطمئن بشه که هیچ مقداری توی اونها نان که همون not a number یا inf که یه عدد بی‌نهایت هستش توش وجود نداشته باشه. خب تابعی که اینجا استفاده کرده is none هست که مقادیر نان و تابع is inf هست که مقادیر بی‌نهایت رو میاد بررسی میکنه. اگه هر کدوم از این مقادیر وجود داشته باشه کد یک خطایی رو به این صورت برای ما نشون میده. در حقیقت این یک مرحله کنترل کیفیت هستش که وجود نان یا اینف رو توی داده ها برای ما بررسی میکنه. با end کار این تابع به اتمام میرسه. خب قسمت بعدی نرمال کردن داده ها هستش که من یه ذره کوچیک‌ترش میکنم که این دیده بشه. خب همونطوری که اینجا مشاهده میکنید در این بخش میایم داده های آموزش و آزمونمون رو نرمال میکنیم. تابعی که اینجا داریم تابع نرمالایز دیتا هستش که تعریف شده و نرمال سازی داده ها رو به این تابع میدیم و همونطوری که اینجا مشاهده میکنیم ما یک سری ورودی هایی داریم که 4 تا هستش و 6 تا خروجی داریم. X train، X test، Y train و Y test که داده های بالای ما بود و اینجا مشاهده میکنید ورودی های ما هستش. و در نهایت میاد و نرمال شده اینها همونطور که مشاهده میکنید داده حالا نرمال شده برای ما بر میگردونه نظیر به نظیر و اینجا یک X setting و Y setting هم تعریف شده. در حقیقت ما تنظیمات نرمال سازیمون رو داخل این X setting و Y setting به این صورتی که اینجا مشاهده میکنید میذاریم که اینجا مثلا نامش چی بوده، تعداد ستونهامون چی بوده و سایر پارامترهایی که اینجا مشاهده میکنید رو میریزیم داخل این X setting و Y setting. دلیلی که این کار رو داریم میکنیم این است که ما اگه بخوایم مجددا بیایم و اینها رو برگردونیم به مقیاس اولشون بتونیم از این X setting و Y setting استفاده بکنیم. از یک try و catch اینجا استفاده شده که این به این خاطر هستش که اگر خطایی تو نرمال سازی پیش بیاد پیغام خطایی به این صورت برای ما نشون بده.
تو قسمت بعدی تابعی که بالا تعریف کردیم رو فانکشنش اینجا نوشته شده. تابع به این صورت هستش، ورودی ها و این خروجی های ما هستش. قسمت بعدی تابع مکس هستش که اون تابعی که ما قراره باش عمل نرمال سازی رو انجام بدیم که این توی محیط مطلب تعریف شده و ما میایم تنظیمات نرمال سازی مثل حداقل و حداکثرها رو داخل ایکس ستینگ ذخیره میکنیم. این تابع مکس میاد داده های آموزشی ما را که به صورت ترانه‌نهاده هستش رو به بازه 1/10 و 9/10 و یا هر بازه‌ای که شما خواستید، مثلا 0 تا 1 منهای 1 تا 1 میاد و برای ما این کار رو انجام میده. چون مکس روی ستون‌ها کار میکنه، ما میایم و ایکس ترین اون رو همونطور که اینجا مشاهده میکنید ترانه‌هاده‌اش میکنه تا هر ستون یک ویژگی داشته باشه. خروجی ما که همونطور که اینجا میبینید ایکس ترین نرمال هستش، همچنین تنظیمات نرمال سازیمون که اینجا به وضوح دیده میشه اینجا برای ما ذخیره میشه، مثل حداقل و حداکثر اون داده های ما که میاد و داخل ایکس ستینگ برای ما ذخیره میشه. خب همونطور که مشاهده کردید باید به ابعاد داده هامون موقعی که داریم از مکس استفاده میکنیم کاملا توجه بکنیم. تو قسمت بعدی ما باز همون تابع مکس رو داریم که در حقیقت اینجا داده های آزمایش ما با استفاده از تنظیمات نرمال سازی که همون ایکس ستینگ های ما هستن داده های آموزشی رو برای ما به دست میاره و اونها رو نرمال میکنه. عبارت اپلای گذاشته شده که در حقیقت میاد و مکس رو بهش میگه که از همون تنظیمات قبلی که همون حداقل و حداکثر داده های آموزشی هستش استفاده بکن. در ادامه ما همین کار رو دقیقاً برای وای ترین و وای تست انجام میدیم. دقیقاً همون کاری که بالا انجام گرفت برای پایین هم همین کار رو ما میام انجام میدیم. تو قسمت بعدی ایکس ترین های نرمال شده ما که به صورت ترانه‌نهاده هستش رو به عنوان ایکس ترین نرمال قرار میدیم و همین کار رو برای سایر پارامترها میایم انجام میدیم. چون تابع مکس ما روی ستون ها کار میکرد، داده ها رو قبل از نرمال سازی اومدیم ترانه‌نهاده کردیم. خب حالا باید داده هایی که نرمال کردیم رو دوباره از حالت ترانه‌نهاده خارج بکنیم تا به اون ابعاد اصلی برگردن و در نهایت کار این تابع که تابع نرمال سازی بود به پایان میرسه. در ادامه یک ساختار یا همون استراکچر به اسم train data و تست دیتا همونطور که اینجا مشاهده میکنیم میسازیم و داده های نرمال شده آموزش و همچنین تستمون رو به عنوان یک فیلد به اسم xtrain, ytrain, xtrain و ytrain میایم و اونجا ذخیره میکنیم. در اینجا ما برای مدیریت بهتر داده هامون این کار رو انجام دادیم تا یه ساختار مرتبی داشته باشه. خب اگر من بخوام تا اینجا توضیح بدم که چه کارهایی رو انجام دادیم، خب ما داده هامون رو وارد کردیم، بعد اومدیم ویژگی ها و هدف ها تقسیم بندی کردیم، به صورت تصادفی اونها رو به هم زدیم، روش مکس رو برای نرمال سازی داده تو محیط مطلب ازش استفاده کردیم. بعد اومدیم داده هامون رو تو ساختار ترین دیتا و تست دیتا به این صورتی که در پایین مشاهده کردید اومدیم اینا رو سازماندهی کردیم. هدف ما از این کار این بود که اینا رو برای اون الگوریتم یادگیری ماشین آماده بکنیم.